سلام به همگی. میسم کاپرفیلد هستم و امروز 25 آذر 1404 هست. با یکی دیگه از ویدیوهای تحلیل مارکت کریپتو در خدمت شما هستم و برای شروع میریم برای تحلیل دامیننس تتر که ورود و خروج پول به مارکت هست. خب همون گونه که مشاهده میکنید مارکت در روزهای قبل چند تا کندل صعودی قوی زده. از نظر من این چارت بسیار چارت صعودی قوی هست، به هیچ وجه اصلاح نداده و این خط روند حمایتی رو گرفته و داره بالا میره. قطعا محدوده 653 رو برمی داره و اگر بالاش بتونه تثبیت بده به 675 میرسه و یه مقدار اوضاع برای مارکت کریپتو خراب خواهد شد. یک الگوی دبلیو هم زده که اگر ویدیوهای قبلی من رو مشاهده بکنید من این رو قبلا هم براتون رسم کردم و احتمالاً به یک چنین جایی خواهیم رسید. اما بریم برای بیت کوین و ببینیم داستان بیت کوین در تایم فریم روزانه چه شکلیه. خب بیت کوین یه حمایت خیلی مهم رو در اینجا در این خط شکسته، حمایت بسیار بسیار مهم روزانشه و اگر بخوایم طبق الگوی پرچمی که الان زده تارگتی برای این معامله و این چارت در نظر بگیریم، نظر من اینه که به زودی مارکت به عدد 80 و این کف میرسه. اما در وهله اول میرسیم به این کف، یعنی با توجه به کشش نقدینگی که اینجا وجود داره کف 83700 قطعا شکسته خواهد شد و اونجا حالا باید ببینیم که داستان چیه و در اینجا ما یک کشش نقدینگی خیلی خوبی داریم. به نظر من مارکت میتونه بیاد یه چنین حرکتی رو بزنه، حالا یه بالایی بده و بعد حالا دوباره ریزشش رو ادامه بده، یا اینکه نه اونقدر فشار فروش زیاد باشه که یک ضرب از همینجا بخواد مارکت ریزش کنه. بنابراین توصیه من به شما اینه که در این مارکت زیاد سراغ معاملات بای نرید و سعی کنید در سقف‌ها دنبال معاملات سل باشید. نکته بعد اینه که کار مارکت اینجا تموم نشده. حتی اگر مطمئن باشید که این کندل روزانه امروز هم مثبت بسته بشه، باز مارکت برای گرفتن این نقدینگی اینجا برمیگرده. به نظر من مارکت سوخت کافی برای رفتن به اعداد بالاتر رو نداره. خب اگر هم قرار باشه که مارکت یک روزی صعودی بشه و برگرده، قطعا باید این محدوده 92 تا 93 هزار رو بشکنه که یک مقاومت خیلی مهم اینجا تشکیل شده. خب اگر بریم توی چارت یک ساعته و یک ساعتش رو هم براتون بررسی کنیم ببینیم داستانش چیه، اجازه بدید. این چارت یک ساعته بیت کوین هست که یک حمایتی اینجا تشکیل داده بین 85 تا 85 و 700 و فعلا حمایت شده. حالا امکان داره یه بالایی تا این محدوده مثلا که نقدینگی داخلی خوابیده، یا مثلا بیاد تا اینجا تا این محدوده یعنی 87000 یا 88000 یه بالایی بده و بعد بریزه، یا اینکه عرض کردم اگر این حمایت بشکنه که دیگه میریم برای تاچ
محدودهای پایین تر. الگویی هم که اینجا مشاهده میکنیم اگر دقت کنید، اجازه بدید من این رو براتون بیارم، یه دورنمایی از مارکت رو مشاهده کنید. خب اون کف 83,000 رو که عرض کردم خدمتتون. بله میگم نظرم در کل اینه که این کف 83,000 رو مارکت خواهد دید. حالا اینجا هم یک کانال تشکیل شده که حالا میتونه مثلا یک چنین حالتی و بعد ریزش رو ببینیم از مارکت. امیدوارم که از تحلیل امروز لذت برده باشید. قربان شما.